از جبرائیل پرسیدم ای جبرائیل این طایفه چی طایفه باشد و چی عذاب، از بحر چی اینها را خدا اینقدر عذاب بدهد؟ حبیبی خدا را جبرائیل چی گفتند؟ اینها میبینی که از مویهای سرکشانند، اینها دخترهای هستند که در دنیا نام مسلمانی داشتن رای که روی مال نداشتن، اینها سرهای لوچ بودند. از مویهای زیبای اینها تا جایی که شوهرها راحت کنند مردهای بیگانه راحت میکردند. از این پریچاسکه هایی که اینها برای